اتفاقای خوبی که تو این تقریبا یک ماه گذشته اتفاق افتاده در حوزه دریایی، موضوع اصلی سیاست‌های توسعه دریامحور هست که مجمع تشخیص مصلحت نظام کار کردن سالها، به خصوص 2 سال اخیر، و مقام معظم رهبری هم ابلاغ فرمودن دولت در حال تهیه سازوکار اجرایی کردن این سیاست‌ها هست که انشالله خیلی زود سازوکار اجرایی توسط دولت مردمی و محترم انجام خواهد شد و عملاً مباحث مربوط به اقتصاد دریا یا توسعه دریامحور که حالا ادبیات و اکرانش توسعه دریامحور هست، به حول قوه الهی همینجور که برنامه‌ریزی انجام شده به عنوان یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور مطرح خواهد شد. فضای بسیار خوبی برای بخش خصوصی و مردم عزیز است که بتونن حضور پیدا بکنن، هم برای درآمد بیشتر هم برای اشتغال بیشتر. خبر دوم که کم و بیش در جریان هستید خبر لایروبی خلیج گرگان هست. خلیج گرگان تقریباً اواخر سال 1401 تقریباً داشت از بین میرفت. بندر ترکمن شاید بیش از 10-15 سال است که اصلا کامل خشک شده بود. خب با حضور رئیس جمهور محترم که علیرغم بدی آب و هوا و عدم امکان هلیکوپتر با قایق حضور پیدا کردن و شرایط اون منطقه رو رعایت فرمودن، دستوری که دارن الحمدلله وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر دهنوردی حضور پیدا کرد. امروز که خدمت شما هستیم 1,460,000 متر مکعب تقریبا لایروبی انجام شده و کانال عاشوراده کاملا باز شد، بندر ترکمن کاملا احیا شد و الحمدلله آب بسیار قابل توجهی از دریا به سمت خلیج گسیل شد و الان عمق مناسبی در خلیج گرگان داریم. برخی از امکانات گردشگری هم برای مردم در بندر ایجاد شد، اسکله ایجاد شد و الحمدلله مردم میتونن به نحو شایسته و در شأن از اون منطقه بازدید کنن و از شبه جزیره میانکاله هم بازدید داشته باشن. نکته سوم هم که جا داره عرض بکنم، خب همکاران من در حوزه معاونت بندری و اقتصادی زحمات بسیار زیادی کشیدن. فردا همایش حمل و نقل دریایی داریم و توسعه دریامحور که انشالله همه شما عزیزان حضور پیدا بکنید. ساعت 6 مکان هتل هما برگزار خواهد شد با حضور تمام بخش‌های خصوصی حوزه حمل و نقل دریایی. تو این زحمات 1 ساله گذشته که واقعا کشیده شده و تشکر از بخش خصوصی که به دولت و وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر دهنوردی اعتماد کرده، 45,000 میلیارد تومان یا 450,000 میلیارد ریال قرارداد امضا خواهد شد که بخش خصوصی در حوزه دریا و بندر سرمایه گذاری خواهد کرد. این به غیر از اون سرمایه گذاری‌هایی هست که در طول 2 سال اخیر در دولت 13 در حوزه دریایی انجام شده. این یه برگی است. انشالله ما بتونیم در راستای سیاست توسعه دریامحور اولین قدم رو برداشتیم از 1 سال پیش که الان محصولش انشالله خواهد بود و فردا با حضور شما تک تک این قراردادها که فکر کنم حدود 30 قرارداد هست و توافقنامه انشالله انجام خواهد شد.